سلام، این مکانیزم ماشه چیه که اینقدر دارن در موردش صحبت میکنن؟ برای دونستن این موضوع باید یکم از تاریخ برنامه هسته ایران براتون بگم. ایران تو دهه 1350 برنامه هسته صلح‌آمیزش رو راه‌اندازی میکنه. انقلاب که میشه فعالیت هسته ایران کم میشه. بعد تو دهه 1370 برنامه هسته جونی دوباره میگیره. ایران این دفعه که شروع میکنه برنامه‌اش مشکوک بوده. مثلا درصد غنیسازیش بیش از نیازش برای استفاده صلح‌آمیز بود یا تأسیسات غنیسازی اعلام نشده با آژانس داشت. اینا باعث میشه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شک کنه که شاید ایران بخواد بمب اتم بسازه. چون به همین روش کره شمالی بمب هسته‌ای ساخت. می‌خواست که اتفاق کره شمالی تکرار نشه. از سال 1385 تا سال 1389 آژانس 6 قطعنامه بر علیه ایران صادر میکنه. هی به ایران میگه بیا توضیح بده، شفاف سازی کن، اما ایران این کار رو درست انجام نمیده. برای همین باعث میشه که هی قطعنامه و تحریم سنگین‌تر تصویب بشه. جوری شده بود که بانک‌های ایران تو سال 1388 ارتباطش با دنیا به شدت محدود شده بود. ایران نمیدونه چیزی از دنیا بخره یا به دنیا بفروشه و نه کسی یا شرکتی میتونست بیاد تو ایران سرمایه‌گذاری کنه. کلاً ایران شدیداً محدود شده بود. تو سال 1389 ایران و 6 کشور بزرگ دنیا به نام‌های آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان یه توافق کردن به اسم برجام. توافق این بود که ایران باید غنیسازیش رو محدود کنه و تو چارچوبی که قرارداد میگه فعالیت کنه. از اون طرف اون 6 کشور تمام تحریما رو با هم برمی‌دارن و ایران میتونه با دنیا ارتباط اقتصادی برقرار کنه. تو این قرارداد یه بند مهم اومده. خلاصه این بند اینه که اگر ایران به تعهداتش عمل نکرد، هر یک از این کشورهای داخل قرارداد میتونه جداگانه و به تنهایی مکانیزمی رو فعال کنه که قطعنامه‌ها یا همون تحریم‌ها رو با هم و به صورت یکجا برگردونه. این رو بهش مکانیزم ماشه یا اسنپ بک میگن. البته آمریکا به دلیل اینکه تو سال 1397 از برجام خارج شده نمیتونه این مکانیزم رو فعال کنه. ولی کشورهای داخل قرارداد میتونن فعال کنن. این مکانیزم ماشه تا 26 مهر 1404 مهلت استفاده داره. بعد این تاریخ کشورها نمیتونن از این مکانیزم استفاده کنند و تاریخ انقضایش سر میاد. یا برای صدور تحریم و قطعنامه جدید باید اون روال پیچیده رو از اول برن. امیدوارم به اطلاعاتتون اضافه شده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا درود دیگر، بدرود.